تو لایو اگه دوست دارین آیدی پاس رو بگیرید سری بیان بشینین. ابوالفیکس میزنه باهاتون. آره ابوال میگم روم داری خودت بزنی منو اینوایت کنی؟ بکنم داشته باشم مثل نگاه بکنم. آره اگه داری از ناصر پلیر رو دیگه 50 دقیقه در میمونم. نه خدا 50 دقیقه. چطوری؟ 50 دقیقه میده کلا 50 دقیقه. آره اوکی بعد یکی رو میاری میزنی 50 دقیقه رو بزنم اینطوری تا یکی از بچه بیا پسشو یک میذارم آبی. منم ببرید. بیان بچه بیان تو لایو بیان تو لایو تویچ بیان تو لایو تویچ دیگه. بچه آیدی پاس رو میگم سری بیان بشین خب. ابوالفیکس میزنه باهاتون آیدی 23 82 593 پاسپورتش هم یکه. آره بیاین بشینید داجی فرقی نمیکنه بچه من دیگه استریمش میکنم واسهتون دیگه میخواین گیم پلی میخواین 4 تا کیل واسه استوریتون در بیارین دیگه من استریمش میکنم دیگه. ابوالفیکس میزنه. ابوالفیکس با بچه های لایو ساگی اومد. او حاجی یکی اومد نشست پشمان. پاسپورتش هم یکه بچه میتونین بشینین دیگه حاجی. آیدی پاس من تو لایو میکنم سری بیاین بشین. اوه من قشنگ بشینم روی صندلی حاجی پاهم درد میکنه. ابوالفیکس در مقابل ساگی. بریز ساگی که امشب مستم خرابم. خب اسپگ از ساگی شروع میشه. ساگی در مقابل ابوالفیکس پلیری از ناب ایران. بچه ابوالفیکس دیدیم پلیر تو تورنمنت هم هست بچه حواستون باشه کسایی که تورنمنت هم ابوالفیکس هم هست بازی شده نگاه کنید ببینید ساگی چیکار میکنه. ساگی با پیک چپ و او ساگی احساس میکنه با این حرکتی که الان زدی چلسر میبازی بعد اوه چه دمیجی میده به ابوالفیکس. ساگی اوه خدا ساگی وحشی. اوه یه دمیج خوب از ابوالفیکس. کلوز میدم ببینم کی میزنه این پوینتو. پوینت اولو کی میزنه ابوال یا ساگی؟ ببین چیکار میکنه. اوه یه دمیج خوب از ساگی. پیستول میکشه ساگی مناطق محروم. کلوز میزنه ابوالفیکس. 1 HP میزنه ابوالفیکس. پوینت اول میگیره از ساگی. ابوالفیکس دستش هم گرم. چیکار میکنه پلیر؟ یه پیک چپ در مقابل ساگی. یه پیک اسکوپ میگیره. خود ابوال ساگی گیجه. اوه چپ کلوز و اسمیته کن چی میزنه ساگی. ساگی بازی 1-1. این چی کار میکنه. اول میپره کلوز میده یه دمیج خوب. اوه یه دمیج سنگین هر دوتاشون دمیجشون یکی. اوه چه پیستول پیک چپ راست و بینکسی میده ابوالفیکس. خدا من اومدم بریم. بیا الان ابوال داره میزنه بیا با ابوال بزن. اوه چه دمیجی میدن به هم دیگه. دمیج اول ابوال میده ساگی دمیج از اون ور میده. ابوال میره سر وقتش. کلوز میزنه ابوالفیکس. پوینت سوم هم میگیره این پسر. آیدی پس عبدالله تو لایو میکنم هر کی سریعتر بیاد بشینه اول با همون میزنیم. و فعلا نمیزنه فعلا داریم تی دی ام میزنه. اول میداد تی دی ام بزنه. یه پیک چپ ساگی باید راش کنه بیاد این پوینت رو جبران کنه. بازی 3-1 به نفع ابوالفیکس. سلام بچه ها خوش اومدین. کلوز میزنه
میزنه ساگی اول به پیکس میپره تو دهنه شوری ساگی میزنه این پوینت بازی 2-3 به نفع اول اپیکس چطوری؟ قربونه